سلام. سومین دوره دارم فیلم میگیرم از خودم، چون مثل این که اصلا من آشنا نبودم با این داستانا. اگه از داخل بازی بیای بیرون سیف نمیشه ویدیو، اصلا کلا داستان زیاده. متاسفانه مجبورم یه سری از سینماتیکا رو واسه تون رد کنم و توضیح بدم، چون دیگه الان آخر شب واقعا خستم. اینجا یکی رو دارن سلاخی میکنم، بعدش هم بیان میاد در مورد همین داستان قبلی رزیدنت ایول توضیح میده. September 30th, داخل 1998. راکون سیتی اتفاقایی که افتاده بود It's a day I'll never یادش forget. نمیره و The cop inside me تقصیر died that گروه day. آمبرلا بود و That night, Raccoon City was wiped out. اینجا هم با یه گروه پلیسی میان که دنبال دختر رئیس جمهور بگردن. این داشتمون هم یکی کنار نشسته بود که دستشویش میگیره پیاده میشه دستشویی کنه، مستقیم همینو صدا میشنوه میره. این داشتمون هم ما الان بریم اینم پیاده میشه، اون گفت بریم دنبالش بگردیم، خودش هم پیاده میشه، بعد دنبال ما نمیاد مثلا دیگه. خب این سمت ها هیچی نیست. سومین دور دارم ویدیو میگیرم دیگه. How far could he have gone? افکتای بازی رو ببینید، نزدیک میشه جلوی دهنش رو میگیره و اینجور چیزا اگه جای بود داشته باشه. خب اینجوری میاد دایره میشینه بلند میشه، حالا جلوتر سلاح هم بگیره دستش بهتون میگم چیکار میکنه. این سمت راستش هم هیچ آیتمی نیست، این سمت هم هیچی نیست، مسیرمون همین. دنبال پلیس اومدیم، در واقع اومده بودیم دنبال دختر رئیس جمهور که اینو دزدیدنش و Anyone home? این در واقع اون درم قفله. بریم اینجا. حالا داشتم میگفتم اینا گرفتنش، حالا این طرف هم گم شده، ما اومدیم دنبالش. تنها جایی هم که هست همینجاست. فکر کنیم یه دور بازی رو تموم کردم. این الان که یه دور چپتر یکو که همون موقع بازی تموم کردم، دو دورم فیلم هم اشتباه شد نگرفت. این الان سومین دور Sorry to barge in like this. چپتر یکو میرم، کلن چهارمین دور حفظ شدم دیگه. خب میگه به اسپانیایی داره میگه من دنبال یه پلیس میگردم، افسر پلیس میگردم، اینجا نیومده، جوابی نمیگیره و چی پیدا میکنه. کارت شناسایی پلیس. گردنشون اینجوری میشه دوباره زنده میشن. کلید همون اتاقی که گفتم دومین داره. This is not اینجا good. هیچ آیتمی نیست، اینایی هم که هست همه چرت و پرت، اصلا همون آیتم های دیدنیه. این کلید در باز شد. این L2 نشونه گرفتن، R2 زدن، فقط L1 رو نگه اگه دارید R2 بزنین چاقو میزنه اینجوری، یا R2 خالی هم بزنین. حالا چرا بهتون گفتم L1 رو نگه دارین؟ به خاطر اینکه یه سری تله رو زمین هست، به خاطر اینکه تیرتون هدر نره میتونین اینو بزنین. اینجا هیچ آیتمی نیست و اینجا کیو داریم؟ صدای رادیو میاد. صدای چیه؟ قسمت اصلی سینماتیک بره میزنم اسکیپ میکنم. این آقای پلیسیه که ما دنبالش میکنیم. ¡Necesito apoyo! What's your situation?
چرا داریم برمیگردیم؟ چون صدا اومد. What was that? بیا اینجاست. ایمتون رو نگه داریم. یه تیر، دو تیر، No fucking way. آیتمی دراپ نمی کنه فعلا. اینجا دو تا انمی هست، ارزش نداره بزنیم، اصلا ارزش نداره. همینه بریم. یه آیتم هم اینجا برداریم. اینجا آیتمی نیست. بریم. اینجا داره بهش میگه کجا باید بریم. البته من سینماتیکش رو رد کردم. باید بریم اینجا لیک ساید کابین. باید بریم سمت دریاچه. انمی نیست. اینجاها کلاغا رو بزنیم بهتون بگیم. خب من چون تیر رو میخوام مثلا اینجا هندگان، تیر هندگان بهتون میده. این دستگاه سیبه. کام بردار برای ساختن تیره. اون مپ هم این شکلی نشون داده میشه. اینه تایپ رایتر. اینجا سیب کنیم. داریم جلوتر میکنیم. داریم اینجا تیر هندگان. جلوتر شاتگان هم میگیریم. شاتگان رو سعی کنیم خوب استفاده کنیم. خودم البته اصلا این مورد خوب نیستم اصلا. اینجا اگه یه دونه بسید یکم راحت خیلی خوب تیرام میسته. اینم بزنید دیگه بلند گردنش در واقع شکسته. بدش بلند میشه. مراقب تله و اینا باشید. این تله الیه کن نگه میداریم. یا آرده اینجا بزنم بازم هست. یه آقای عزیزی اونجاست. با فلش ها میتونید عوض کنید.
اینجا وارد ویلیج میشه. یه دونه از این سرا بود افتاد پایین، دو تا این برای یه دونه این هم افتاد پایین واسه همین ستا. ما میایم اینجا میزنیم زوم میکنیم با شوک چپ رو کنیم. کیه؟ راننده است، اومده دنبال مولا از این مسیری پیش شده نیست. جای سختی اینجا از بازی، خیلی حواستون به منابعتون باشه چون جلوتر بازم سختی داریم. از همین ور اونجایی که نگاه کردیم بشینیم چپ و بیایم. یه گرین هر اینجا یه دونه میشینید، این خانم رو از پاش میکشید. گیرین هروتونه یکیشو میتونید با این قاطی کنید. در مورد اینا هم توضیح میدم چه شکلی کار میکنم. این زنه تا اینجا میاد، بمونیم یا بریم بزنیم چیکار کنیم. من اینجوری کنم خود بیشتر میبینم اینو دنیای واقعی. من دارم این کار میکنم. Bill me for the repairs later.
نسازیم فعلا. خونه سوم از سمت چپ. It's my lucky day. Oh, sorry. Oh, nice. Present for you. You gotta be kidding me. Way's closed. داشتم میزدم این زنگه میخوره اینا میرم نامه لوتتون La campana. میرم هم میرم الان میگه Roost to Condor 1. I've identified a brute to the... اومد قشنگ مشخص یه زدم آقا این داخل این خونه اینجا آدم میاد بیرون هیچ آیتمی هم خودشم هیچی آیتما رو بریم برداریم اینجا کلی آدم داشتیم کلی یه دونه دو تا یکی دو تا سه تا چهار تا جالبه این داستانش از این هم بعدا میایم بیرون میریم جلوتر مثلا اگه اون عربقی از این سم بیاد تو اینجا گیر بندازن اون یه چرخ میندازن اینجا اینو با عربقی میبره اینجا بسته میشه بعد تو تناره خروجت اینه بعد همه داستان زیاده یعنی یه دونه گیم پلی نداره این بازی کلید اینجا رو نداریم چیز خاصی هم به نظر من که نیست این ازش بریم بالا میفته آیتمی هم که نداشت از این گوشش بذارم ببینم بازم میفته آیتم هست برداری میفته خب مسیر اصلی اینه این سم برداری یه خونه خودش آیتم خب ریسورس ها چی هن؟ ریسورس اسه میتونیم باش اگه با 5 تا گان پاودر داشته باشیم اینا با 5 تا میتونیم 29 تا
که داریم چند تا تیرش میشه؟ یه تعدادی تیر بکنم 12 تا بشه. تیر از اینا بسازیم. هندگان اگه 12 تا گان پاودر به اضافه یه دونه ریسورس داشته باشیم میتونیم 3 تا تیر شاتگان بسازیم. تمام. اینجا آیتمی نیست، داخل این خونه آیتم هست. این سری دیگه گند بزنم تو ضبط ویدیو خودش یه گفته رو میذارم کنم. قطعا به نظرم همه شاید این مشکل‌های کوچیکو داشتن یا من این شکلیم نمیدونم. اگه داشتین این مشکل‌ها رو یوتیوبرها هستن یا اینستا، اگه این مشکل‌ها رو داشتین کامنت بذارین. خب میریم. There it این is. یارو به ما گفته بود بریم این روست که میاد رو صفحه اسکرینی باز میشه با هم دیگه صحبت میکنم. خانم به ما گفته بود که باید به آسیا و بادی برسیم. این دستگاه سیوه گفتم بهتون. میایید میشینید اینجا رو. اگه چاقو داشته باشیم که داریم سعی کنین چاقوتون رو باطل نکنین که این دو نفر رو حداقل با چاقو بکشین. حال میده. سلام. این یه انگان دارم که این چیزهای آبی رو میبینین. یه دونش اینجا، یه دونش این نصفش از اینجا معلوم. اینو بعدا بهتون الان میگم چیه. یه سایت کوست داره که با آدم یه سری الماس و جم و اینجور چیزا که با اونا آدم میشه یه آیتم های به در بخور گرفت. بعضی هستم به در نخور هم بودن علی چیز شدن. خب من میگم تیر شاتگان بسازیم چون این انمی که دویدون خواهیم داشت خوب رو وضعیت خوب. نمیزنیم بزنیم این یکیش. این دوتاش. این دوتاش میدونم اینجاست. بزنید شما هم که وارد بشید چه این نزد این داخل نیست. این میتونی از زیرش رد شین ها ولی بزنید دیگه. 10 بار باید این مسیر رو الان برید بیاد. اینو برمیداریم. آها 3 رنگ داریم از این ها کلن کنید. از این چیزا هربا. حالا این که خودش یه کپسوله. اگه زرد با قرمز یا همون بنفش ترکیب بشن اون اندازه هلستون رو زیاد میکنن، یعنی خون بهتون نمیدن. یعنی خونتون کم باشه اگه شما کپسول ترکیب زرد با بنفش یا قرمز رو داشته باشین، همون رد قرمز میگم از این به بعد داشته باشین، خونتون رو زیاد نمیکنه. خونتون رو اون خطش، یعنی مثلا اگه هلستون برای مثال اینجا که عدد نمیزنه 100، یه دونه از اون بخورید میشه 120 و دائمیه، یعنی تا آخر بازی. بعدش میشه 140، بعدش میشه 160، برای مثال دارم میگم. ولی اگه قرمز با سبز یا زرد با سبز، هر کی با سبز ترکیب بشه اوکیه، جون بهتون میده. یعنی اگه دارید میمیرید اونو بخورید بهتون جون میده. به اضافه اینا این دوتا یه سری حیوان هم تو بازی هستن. مار هست، ماهی هست، اینا چیز میدن. ما اینو میخوایم الان اینجا این قطعه رو میخوایم که این دسته رو بکشیم
اون دروازه‌ای که پایین کنارش بود اون دروازه باز شد. خب کجا باید بریم؟ نمی‌رسم. این میره تو این میکشه شاقمون دیگه آخرشه تو این وضعیت که تا اینا بیان هم کنیم اینو کلیشو عادت خودم بذارم این چرا کجاست جواب دیگه نیست این کارو نکردم همین که در رو شکل God damn. سلام آقا سلام همینجا راحت میکنه اینم کسی گردم کجاسته میکنه اینم بالا یه دونه میکنه خیلی میدونیم یعنی یکم از این استفاده میکنه شونهشو میگیره کپتام آها این یه دونش هم اینجاست این بکنم چهارمیه بله کلتون همینجا همچون میتونیم خیلی راحت کنم اینجا این هم اون وقتی که میکنم کیچن نایف اونجایی که این خانومه رو کشتیم اما اول اینم قفله میتونیم با تیر میتونیم با چاقو میتونیم با سپر اگر رایگان این در از اون سم باز میشه اون یکی چیزه هم الان بهتون نشون میدم این بر آیتم میگه پرده اون بر نداریم اینجا داریم که حالا مزده بیا اگه بتونی بباره وسط با حدود رزیدن بیرون لخود رئال میتونیم بذاریم بریم اما اینو بریم این الماس هایی که برداشتیم این قرمز ها روبی اینا رو اینا وصل میشن رو این الان چیزی که برداشتیم شبیه بودی بود رو اینا وصل میشن بعد قیمتشون گرونتر مثلا اگه اون الماس ها هر کدوم 3000 تا باشن این هم 4000 تا باشه مجموعاً 3 و 3 6 با اون 4000 میشه 10000 تا مثلا اینو
چی بهتون بگم به جای 10,000 تا بستگی به رنگ الماسا داره میذارید. حالا بهتون نشون میدم. ازتون 12,000 تا میخرن. میخرن که این میره چند تا میخرن. میخرن برید بازار بفروش. دوباره بیاید پایین نزدیک ترین قسمت. خب حالم دیگه داره از این مسیر برم پایین درگیس میکنم یه همچین تضایی داره. این تعداد دو تا آیتم که اگر من خواهم که اینو گیر ندم احتمال داره که باشه. جلوتر میری اون در بسته بود اون در رو بده بعد اون رو راست بریم الان میگم این مسیری که اومده این در بسته است اینجا کلیه. خب اینجا رو فشارتون پر باشه یکم این جلوتر دو نفر رو اون پلن میان یکیشون میاد از این ور از این پشت در میاد دقیقا همینجا اینجا یکی چوب داره حواستون باشه ¡Un forastero! ¡Cuidado! ¡Te voy a hacer! ¿Pero qué coño? اینجاها فکر کنم رو زمین البته الان یکی دیگه میاد جلوتر رو زمین نیست چند دور دارم میرم من خسته شدم نه پشت این یه دونه پشت این که نیست پشت این یه ماه تصمیم دارم بیام شروع کنم یوتیوب رو تو این یه ماه 1000 تا اتفاق افتاد والا درآمد یوتیوب که اینجوری شده مهم نیست میذارم واسه یادگاری یا شما ببینید چه میدونم هر کاری میکنم اون طرف بکنه دستش دینامیت اینو اگه بتونید دینامیت رو بزنید تو دستش ببین همین ندارم اینجا یه دونه از این هست شما اینو میزنید ¡Un forastero! دوتا میزنید که این هم اینجا بیاد حالا دوتا بیاد ¡Ahí! ¡No dejéis que se escape! ¡Ahí va eso!
چی مسخره خوبه نمیزه فرستش کلی تمام معلوم کرد تیر رو همیشه بسازید اصلا سر تیر درنگ نکنید مخصوصا تیر همزمان اینجا پایین تله است مراقب باشین Come on. این هم از دست رفت اب نداره خب اینجا یه نفر هست این هم تو دستشه این هم از این اینجا آیتم اینه و بزن اون تا آیتم نیست صدا میاد صدای در میاد دیدن در اومدیم بیرون حواستون بیرون مستقیم بگیریم چپ سریع یعنی بگیریم چپ و اون ته راستی آیتم بر میداریم این که رو کشتیم آیتم بر میداریم This the place? صدا میاد صدای این چیزای لیزری میاد کلیدشون نداریم یه قدم دیگه برمیداشتم کی بود؟ What's that noise? ¡Puede ser! چرا داشت اینجا رو میخوب میکنه چرا قوت رو روشن کنم عزیز این یکیه پس این درست رویزی که قیافش و نوع رفتارش غلط اندازه ولی تا آخر دمش کرد That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How این وسط observant, دنبال senor. سیگاره Now, say, you got a smoke? You know, those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? تمام فکرم اینه که Joder, not this guy! Who are you? سیو بشه Stop right there! سیو بشه باید خودت بزنی استوب این بیماری که اینا همه داشتن و
این آقایی که الان در آینده یکی از باسفایت های ما هست باس بلاک بیماریشه. چپتر 1 تموم شد. اگه بخواید نکست بزنید ازتون میپرسه که سیو کنید نکنید، بهتون هشدار میده که اگه میخواید سیو کنید. در غیر این صورت هم اگه حواستون هست میتونید مربع رو بزنید اینجا سیو کنید. از استوریجتون چیزی خواستین اگه داشتین برترین، یا اگه خواستین از اینجا بفرستین و اینا. یه سری چیزا نمیره استوریج، این میره مثلا. اینم کاستومایز کیسه که بهترین کیس بازی همینه. یعنی تو بازی باز همون چیزا رو زدیم، آبیا رو زدیم، بلوم درینا رو زدیم. اونا بهتون یه سری اسپینل میدن سمت راست بالای صفحه، بالای پولی که داریم. الان من صفر هیچی ندارم، بهتون میده. بعد با اونا میتونین یه سری آیتم بگیرین که یه سری همین کیسا هم عضوش هست که بهترین همینه. احتمال اینکه انمی ها هندگان، یعنی تیر هندگان همون تیر قرمز دراپ کنن میره بالا. من که سیو کردم، بله سیو کردم و تمام. اگه خوشتون اومد کامنت بذارین، لایک کنید، سابسکرایب کنید، حتما سابسکرایب کنید. زنگوله اینا هم نمیدونم داستانش چیه، میخواید فعال کنید نمیخواید نکنید. سابسکرایب کنید حتما. و اینکه لایک و کامنت هم یادتون نره بذارید. بیایم تا کسی سرچ میزنه واک تو روی رزیدنت ایول اون اولا باشیم، بعد اون درست حسابیاش که همشون رفتن یه پنجم شیشم میشم ما باشیم. دم همتون گرم. دیگه خسته شدم الان نمیتونم صحبت کنم خوب. دفعه بعدی چپتر دومو دارم میذارم واسهتون، قشنگ خوب حال و حوصله دارم. اولش داشتم میگرفتم اوکی بود، 3-4 دور رفتم خسته شدم. شب خوبی داشته باشین. خداحافظ.